درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما کتاب کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 31. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می‌شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه‌ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه‌های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می‌یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افین صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کتابی 4، بابی 2. قاصدان گرکنی به نزد کوروش رسیده اعلان کردند که آنها برای نفرت نسبت به آشوریان تمام اساسها را دارند و اگر حالا کوروش به لشکر آشوری حمله آوردنی شود، گرکنیان آماده اند که با او همراه شوند و به صفت راهبلد خدمت نمایند. قاصدان اینچنین درباره همه آن چیزی که از اردوگاه دشمن رخ میداد حرف زده با هر راه میخواستند که کوروش به آنها اجازتی وارد شوی به جنگ را دهد. کوروش از آنها پرسید: آیا گمان میبرید که ما آشوریان را پیش از آن که در پس دیوارهای قلعه‌های خود پنهان شوند به دست آورده میتوانیم؟ آخر آن که ایشان از ما گریخته توانستند برای ما بزرگترین ناکامی به حساب می رود. کوروش این سخنان را برای آن گفت تا وجود قاصدان را احترام نسبت به نیروی لشکرش پر فرا گیرد. گرکنیان جواب دادند که اگر کوروش حتی پگاه صبح بر وقت و در روشنی روز براه براید، آنگاه البته به آشوریان خواهد رسید، چرا که ایشان از سبب زیاد بودن جنگاوران و عرابه هایشان خیلی سست حرکت می کنند. زیاده از این آنها تمام شب گذشته را بی خواب گذرانده یک راه پیمایی کوتاهی را انجام داده در حال اردو زدند. کوروش از گرکنیان پرسید: چگونه شما صداقت سخنهایتان را اثبات می کنید؟ ما در حال آماده ایم که شبانه بیرون برآمده گروگانها را به نزدت بیاریم، اما تو هم به ما در نزد خدایان کفالت وفاداری و به ما دست می دهید تا که ما همان وعده دوستی را که از تو گرفته ایم به همه هموطنان خود برسانیم. کوروش به آنها سوگند خورده وعده داد و علاوه کرد که اگر هر یکی آنها گفته‌هایشان را در عمل تصدیق کنند، او کوروش آنها را دوستانی با وفای خود خواهند خواند و از او عیناً همان حقوق‌هایی را می‌گیرند که پارس‌های و مادها کسب نمودند. حتی امروزها هم دیدن ممکن است که
گرکنیان از همین گونه اعتماد برخوردارند و مرتبه های را اشغال می کنند که برای شایسته ترین پارسها و مادها پیشکش می گردند. پس از خوراک شام، در حالی که هنوز تاریک نشده بود، کوروش لشکرش را از اردوگاه بیرون آورده به گرکنیان فرمود که منتظر شوند تا که با آنها یک جایه به پیش حرکت کنند. چنان که انتظار می رفت، همراهی کوروش تمام پارسها و تیگران با جنگاورانش به جانب معرکه حربی ره می پیمودند. از بین مادها به این نبرد همراه کوروش آنهایی نیز رهسپار گشتند که از کودکی با او دوستی داشتند و آن دوره‌ای بود که خود کوروش نیز هنوز یک پسر بچه‌ای بود. در معرکه حربی آنهایی نیز شرکت می‌ورزیدند که یک وقتها همراه او به شکار می‌رفتند و برای معامله دوستانه به او صمیمانه مهر بسته بودند. یک نفرشان برای رهایی از خطری که به آنها تهدید می‌کرد از او منتدار بود. شخص دیگر شجاعت کوروش را دیده امید داشت که با مرور زمان حاکمی بزرگ و خوشبخت و توانا می‌گردد. شخص سیوم به او برای نیکی‌هایی که در زمان درماد تربیت یافتن کوروش به او رسانده بود منتداری بیان کردن می‌خواست. او به بسیاری آدمان نیکی نموده، آنها را در نزد بابایش حمایه کرده است. نهایت بسیاری ها گرکنیان را دیده و درک یافتند که آنها جنگاوران کوروش را به معرکه حربی میبرند که در آن غنیمت های بزرگ وعده می شود و تصمیم گرفتند که در آن شرکت ورزند تا که یک قسم این غنیمت را به دست آورند. همین طریق قریب همه مادها به معرکه حربی وارد گشتند، به استثنای آنهایی که باقی اکثر در یک خیمه زندگی می کردند. آنها با شاه و همراه آنها همه تابعانشان نیز با آنها ماندند. باقی مانده ها با چهره های شادمانی به سوی معرکه حربی راه گرفتند، زیرا نه اجباراً بلکه از روی اراده نیک و به حیث منتداری به سرلشکرشان به این کار دست زده بودند. وقتی که آنها اندکی اردوگاه را ترک نمودند، کوروش اولاً به زیارت مادها حاضر شد. او آنها را ستایش کرده به خدایان دعای و مناجات نموده از آنها خواهش کرد که به مادها، پارسها و به خودش نیز التفات کنند تا که لشکر را برای غیرت جنگیش پاداش داده تواند. کوروش در آخر سخنش اعلان کرد که جنگاوران پیاده‌گرد در صف پیش جنگاوران می روند و به سوارگان ماد فرمان داد که از پس او آمدن گیرند. کوروش این چنین فرمود که هرگاه که لشکر برای توقف یا دمگیری قرار گیرد به نزد او قاصدان را فرستانند تا که توسط آنها فرمان ضروری را به سپاهیان رسانده تواند. پس از این کوروش به گرکنیان فرمان داد که برای به پیش حرکت نمودن لشکر را سروری کنند. در این حال گرکنیان با سؤالی به کوروش رو آوردند: تو کوروش مگر منتظر نمی شوی که ما گروگانهایت را به نزدت برسانیم تا که اگر به معرکه حربی روی از جانب ما کفارت وفاداری داشته باشی؟ گفتند که کوروش در پاسخ گفته است: من
اطمینان دارم که کفارت وفاداری برای ما جسارت قلب و نیروی دستان ماست. اگر شما در رفتارتان صمیمانه باشید، ما آماده ایم که شما را با مکافات ها سرفراز نماییم. اما اگر شما ما را فریب دادنی باشید، پس چنان که ما باوری داریم تقدیر ما از شما وابسته نبوده، بلکه اگر خدایان بخواهند تقدیر شما در دست ماست. به هر حال ای گیرکنیان، مادامی که شما تصدیق می کنید که هم قبیله های شما راه صفهای لشکری دشمن را می بندند، برابری دیدن آنها به ما خبر دهید و ما آنها را خواهیم بخشید. گیرکنیان این سخنان را به اعتبار گرفته، با آن طوری که فرمان گرفته بودند در صفهای پیش لشکر و پیش حرکت نمودند و از بزرگی معنوی کوروش در حیرت مانده بودند. حالا گیرکنیان نه از آشوریان و یا لیدیگی ها و یا شریکان آنها، بلکه از آن می ترسیدند که مبادا کوروش گمان برد که اشتراک آنها گیرکنیان در این معرکه به نتیجه محاربه ها تأثیر نمی رساند. در نیمه راه وقتی که شب آنها را فرا گرفت، می گویند که در بالای سری کوروش و لشکری او نور در آسمان درخشید که با آن همه را در نزد فال نیک الهی هیبت عابدانه و غیرت بیشتری حربی فرا گرفت. از بس که جنگاوران باری وزنین نداشتند و زود حرکت می کردند، طبیعی است که گردشی طولانی نمودند. با فرارسی شب به لشکر گیرکنیان نزدیک می آمدند. قاصدان گیرکنیان لشکر را دیده به کوروش خبر دادند که اینها جنگاوران قبیله آنها می باشند. آنها هم قبیله هایشان را با علامت های شناختند که آنها در صف پیش راه پیموده در دستشان چراغ های فروزان داشتند. با گرفتن چنین خبر کوروش یکی از قاصدان را به نزد لشکر گیرکنیان فرستاد و فرمود که چنین سخنان را به آنها برساند. اگر گیرکنیان از دوستان کوروش باشند، بگذار هر چه زودتر به پیشوازی او با بالا برداشتن دست راستشان حرکت کنند. یک جایه با قاصد کوروش یکی از شریکان نزدیکش را نیز فرستاد که باید به گیرکنیان می گفت که از رفتار آنها سرنوشتشان وابسته است که سربازان کوروش با آنها چگونه مناسبت خواهند کرد. همین طور یکی از قاصدان گیرکنی در نزد کوروش مانده، دیگری آن به سوی همقبیله های خود شتافت. در انتظاری آن که گیرکنیان چگونه رفتار می کنند، کوروش حرکت لشکر را باز داشت. در این حال به نزد او راهبران مادها و تیگران سواره آمدند و پرسیدند که آنها باید چیکار کنند. لشکری را که شما در پیش می‌بینید، جواب داد کوروش، گروه جنگاوران گیرکنیان است. به نزد آنها قاصد ایشان و جنگاوری ما رفتند تا که سخنان زیرین را رسانند. اگر آنها در حقیقت از دوستان ما باشند، بگذار همه اشان دستهای راستشان را بالا کرده به استقبال ما حرکت نمایند و اگر آنها این کار را به اجرا رسانند، شما نیز عیناً همین طور هر یک گیرکنی به شما نزدیک آمده را تهنیت و درود گویید و آنها را با سخن خود روح بلند سازید. اما اگر آنها سلاح را به دستشان گیرند، کاری کنید که هیچ یکی از آنها زنده نرود.
این بود کاری که کوروش به آنها فرمود. در همین حال گیرکنیان سخنان قاصدان را گوش کرده طبل شادی زدند و به اسبهای خود سوار شده به سوی لشکری کوروش شتافتند و موافق شرط قبول شده دستهای راستشان را بالا برداشتند. مادها و پارسها به آنها همین طور جواب دادند و دستهای راست خود را بالا برداشته آنها را با سخنان نیک روح بلند می کردند. پس از تهنیت و درودها کوروش به آنها گفت: ای گیرکنیان، ما الکی به شما باوری کامل داریم و شما هم باید به ما همین گونه با اعتماد مناسبت کنید. اما پیش از همه بگویید که مسافه بین ما و جایی که راهبران دشمنان ما و قوه‌های اساسی لشکری آنها موقع گرفتند چی قدر است؟ گیرکنیان جواب دادند که آنها در مسافه کمی بیشتر از 1 فرسنگ قرار گرفتند. آنگاه کوروش گفت: جنگاوران پارسی، مادها و گیرکنیان، به شما نیز چون هم پیمان و هم صفهایمان مراجعت می کنم. همه ما باید درک کنیم که در حالت حاضره امان ظهور هر گونه ضعیفی و سستی به سر ما بدبختی های سخت‌ترین می آرد. آخر دشمنانمان نیز می دانند که ما برای چی به اینجا آمده ایم. اما اگر ما عزم و اراده قوی داشته باشیم و دلیرانه به دشمن ضربه زنیم، پس خودتان می بینید که آنها مثل غلامان گریزه و به دست افتاده رفتار می کنند. مشاهده خواهید کرد که چطور بعضی آنها از شما رحم و شفقت می پرسند، بعضی دیگرشان گریخته می روند و سیومی آنها تماما پریشان خاطر شده چیکار کردنشان را نخواهند دانست. آنها تنها پس از پرره تارومار شدنشان خواهند دید که از جانب کی مغلوب شدند، بی آنکه درباره چطور صف کشند یا به جنگ تیاری ببینند فرصت اندیشه‌رانی را پیدا نکرده آنها از جانب ما اسیر خواهند گشت. اینک اگر ما خواهیم که غذای خوش‌طعم خوریم، آرام خوابیم و از زندگی لذت بریم، ما نباید به آنها فرصت دهیم که تصمیم بگیرند و به جنگ آماده شوند. بگذار آنها حتی نفهمند که به آنها آدمان حمله کردند. بگذار به نظرشان چنین رسد که شمشیرها، تبرها و ضربه‌ها خود به خود به سر آنها فرو آمدند. شما باشید گیرکنیان، در صفهای وسیع پیش از ما حرکت کنید تا دشمنان سلاح‌های شما را دیده حضور ما را تا حد امکان آشکار کردن نتوانند. چون به لشکری دشمن نزدیک می شوم، بگذار هر یکی شما یک گروهی سواره را برایم جدا کنید که آنها را در نزدیکی اردوگاه مانده در مورد ضرورت به کار درآورم. شما گفتار 31 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقل شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.